سلام بچه ها، امیدوارم خوب باشید. لکسیون 18 die Zahlen über 100. درس 18 اعداد بیشتر از 100 بالاتر از 100. بچه ها تو درس قبلی اومدیم اعداد رو از 0 تا 100 یاد گرفتیم. فقط در صورتی بچه ها این درس رو گوش بدید که 0 تا 100 رو کاملا بلد باشید. اگر بلد نیستید استاپ کنید، برید ویدیوهای قبلی رو ببینید یا تو دفترتون اگر نوشید که بهترین حالت گفتمون هستش اونها رو نگاه بکنید، بعد برید سراغ این درس. خب صفحه اول درسمون میشه صفحه 65. بچه‌ها من توی این صفحه تمام چیزایی که گذاشتم تکراریه. همونطور که اول درس گفتم توقعم اینه که اینا همه رو بلد باشید. میتونید از خودتون یه آزمون بگیرید، عددهای مختلف رو تو ذهنتون تجسم کنید، اون عدد رو بگید و بعد از روی این جدول ها نگاه کنید ببینید آیا درست گفتید یا نه. اعداد این صفحه رو من دیگه نمیخونم، فقط این رو گذاشتم اینجای جزوه که کنار اعداد 100 به بالا این چیزهای اولیه که بلد بودین رو باز داشته باشید. خب بچه‌ها درسمون از این صفحه تازه شروع میشه. اعداد جدیدمون از اینجا شروع میشن. اول میایم از عدد 100 تا 900 رو میگیم، بعد میریم بالاتر 1000 چند صد هزار و اینها رو یاد میگیریم. همین اولش بگم بچه‌ها خیلی نکته خاصی نداره این درس. اگر همین الان فعال گوش بدید میتونید با همین یک دو گوش کردن یاد بگیرید. من از همین جدول اول میخونم. عدد 100 رو بچه‌ها قبلا خونده بودیم. 100 گفتیم این رو وقتی 100 هستش میتونیم بگیم 100 100 میتونیم بگیم 100 100. 200 میشه 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. ببینید دوباره مثل 100 که اینش داخل پرانتز میشه بگیم میشه نگیم، توی 1000 هم میشه بگیم 1000 میتونیم بگیم 1000. بچه‌ها تنها نکته‌ای که اینجا دارید دیدید خیلی ساده است. شما اگر بلد باشید از 1 تا 9 رو بشمارید، از 100 تا 900 شمردنش هیچ کاری نداره. فقط حواستون باشه بین عدد و اون قسمت صدش هیچ فاصله‌ای نیست. پس یک کلمه است، بینش فاصله نندازید. من الان برای اینکه تلفظ ها رو متوجه بشید خیلی شمرده سعی کردم بگم براتون، ولی یک کلمه است. 900 یک کلمه است. خب بچه‌ها به همین نسبتی که اینجا خوندیم تا 1000 پیش رفتیم، 1000 به بعد رو هم همین جوری قرار پیش بریم. 1000 2000 3000 4000 و الی آخر تا میرسیم به خب ببینید ما برای صدگان تا 900 داریم، 100 که نداریم دیگه. 100 میشه خودش 1000، ولی توی هزارگان اینها رو داریم. 10000 11000 دوباره با همون قانون 10000 11000 12000 13000 همینطوری ادامه داره. دوباره آختونگ. بچه آختونگ که میگم به زبان آلمانی یعنی هشدار، حواست باشه، حواستون رو جمع کنید. اینها بینشون فاصله ندارن توی نوشتن، یک تک کلمه است. برای همینه اعداد زبان آلمانی وقتی نگاهش میکنیم ممکنه یک خط فقط یک عدد باشه، چون بینش فاصله نداره و نداره. حواسمون به ایناش باشه. 20000 20000 30000 30000. پس به همین منوال میریم جلو، میرسیم حتی به 100,000 100,000 200,000 200 چی میشد؟ 200,000 حواسمون اینجا با تیا باشه، یکیش برای 100 هستش و یکیش برای 1000 هستش.
به همین منوال میایم جلو. خب هزارگان ما هم تا جایی هستش که 999,000 داریم دیگه، درسته؟ میایم اینجا میرسیم به 1,000,000 چون هزار که نداریم. 1,000,000 1,000,000. ببینید بچه ها اینجا فاصله افتاد، تو میلیون فرق کرد. 2,000,000. چرا اینطوریه؟ چون میلیون یه اسم هستش. 1,000,000 2,000,000 3,000,000. میلیون مفردش هستش، دی میلیونن میشه جمعش. پس میلیون همون مثل میلیون فارسی میمونه، یعنی میلیون زبان فارسی از زبان آلمانی گرفته شده. 1,000,000 2,000,000 3,000,000. فاصله داره بینش. همینطوری میریم جلوتر، مثلا میرسیم به 100,000,000. میخوایم بگیم 100,000,000. میتونیم بگیم، میتونیم نگیم. 100,000,000. ببینید بقیه اعداد با حرف کوچیک نوشته میشدن چون اسم نبودن. هر جا ببینید واسه من رو دنبال کنید، با حرف کوچیک نوشته میشدن. میلیون و به طبع اون بعد از اون میلیارد هم همینطور هستش، با حرف بزرگ نوشته میشه چون اسمه. خب پس میلیونن ها رو هم جلو میبریم تا میرسیم به میلیارد. میلیارد هم به فارسی ما میگیم میلیارد دیگه، درسته؟ اون هم باز از زبان آلمانی اومده. 1,000,000,000 1,000,000,000 میلیارد یه دونه ا داره، جان اندازیم. 2,000,000,000. پس دوباره میلیارد جمعش میشه میلیاردن. بچه اینا رو با آرتیکلاشون بنویسید توی دفترتون. دی میلیون جمعش دی میلیونن. دی میلیارد جمعش دی میلیاردن. اگر توی جزوه جایی اسمی بود که آرتیکلش بهش اشاره نشده بود، حتما توی دیکشنری چک کنید و بنویسیدش. این الان آینه نشون میده که دی هستش، فمینین هستش. ولی حالا امکان داره توی جزوه یه جایی باشه که به چشم من بر نخورده باشه. حتما چک کنید آرتیکلش رو از توی دیکشنریتون و بعد توی دفترتون بنویسیدش. خب بچه ها دیدید عددها از 100 به بالا چیز خاصی ندارن، فقط 100,000 میلیون میلیارد. خب بچه ها میایم صفحه بعدی. توی این صفحه میخوایم بیایم عددا رو کنار هم بچینیم و حالا همه این عددهایی که یاد گرفتیم و روی هم دیگه بخونیم. یه جورایی میخوایم عملیاتی کنیم، ببینیم توی زندگی واقعی عددا رو چطور میخونیم. کامبیناسیونن، ای انش رو در نظر نگیرید. این کلمه دی کامبیناسیون به معنی ترکیب، جمعش دی کامبیناسیونن یعنی ترکیب ها. حالا میخوایم بیایم ترکیبش رو بگیم. مثلا ما 100 رو یاد گرفتیم، شد 100. حالا اگر 101 بود چطوری میخونیم؟ 101. بچه ها سر همه یک کلمه است. 101. میایم یعنی چطوری میخونیمش؟ میگیم ببین این مگه 100 نیستش، جداش کن 100. اینم یکه دیگه، بخونش 101. 101. خب با همین منوال اگر 110 باشه چی؟ یه دونه 100 داریم، یه دونه 10 داریم. 110. حالا این 10 اگه مثلا باشه 21. 121. 121. oder میتونیم یه جور دیگه بگیم 121. ببین این und و مثلا ما توی فارسی میگیم 20 و 1 21 میگیم، درسته؟ یا مثلا میگیم 102 102. توی فارسی این و رو میذاریم، ولی و رو توی آلمانی فقط تو 2 رقمی ها میذارن. میخوایم بخونیم هم جدا میکنیم، صدگانش رو میگیریم، بعد این 2 رقم رو با هم میگیم. پس این الان میشه 121. خب میریم جلوتر. حالا تا 100 رو گفتیم. مثلا اگه 700 باشه چی؟
مشکلی نیست. دوباره 100 تاشو جدا کن. یه دونه 700 داریم، یه دونه 46 داریم. 746. ببین طولانی کلمه ها و قیافش غلط اندازه ولی کاملا قابل درکه. خیلی اتفاقا با منطق نوشته شده. 746 746. یعنی در حقیقت بخوایم به فارسی برگردونش میشه 746. آره فارسیش خوب در نمیاد، حق دارید، ولی با منطقه میشه دقیق فهمیدش. حالا مثلا میخوایم بگیم 379. 300 جدا، 79 جدا. 379. 379. خب اگه این دو رقم آخر تک رقمی باشه چی؟ مثل اینجا 101. 101. یادتون میاد. حالا 908. 900 جدا، 8 جدا. 908. 908. اگه مثلا 918 بود چی میشد؟ 918. اگه 980 بود چی خونده میشد؟ 980. خب بچه سه رقمی ها رو متوجه شدید. پس اون صدگانه رو جدا میکنیم، جداگانه میگیم. دنبالش بدون و بدون فاصله اون دو رقمیه رو میگیم. حالا بریم سراغ 4 رقمی ها. 1000 هم میخواد بیاد بازی. 1000 که بیاد بازی، این 3 رقم از 100 به بعد همون طوری که خوندیم خونده میشن. همونطوری که صفحه قبل، صفحه 68 اینجا گفتیم و قبلترش خونده میشن. 1000 هم هزارگانش کامل خونده میشه. یه جورایی حکمش مثل صده میمونه. مثال 1101. 1101. خب ببین چه فرقی کرد اینجا. اگر این یکه، این هزارگانه نباشه، تصور کنید هزارگان نیست، این هست عدد 101. 101 درسته. ولی وقتی یه هزارگان اومده کنارش حتما باید مشخص کنیم چند صده. نمیتونیم بگیم 1100. معنی نداره. 1101. پس این آینه حتی اگر 100 باشه اجباری میشه وقتی یه 1000 کنارش داریم. چه وقتی میتونیم نگیم اونو؟ وقتی اول بشینه. یعنی مثلا 101 101 درسته، 101 هم درسته. حالا مثلا میخوایم بگیم 1111. 1000 جدا، 100 جدا، میگیم 1111. 1111 oder 1111. حالا یه عدد یه ذره عجیب و غریب تر باشه چجوری اونو بگیم؟ مثلا 2458. دیدی تو فارسی همش و داریم، 2000 و داریم. اینا رو بریزیم دور توی آلمانی. 2000 میشه چی؟ 2000 نوشتم. 400 میشه چی؟ 458 58. حالا کنار هم بدون فاصله میخونم. 2458. خب حالا بیایم یه مدل دیگه 4 رقمی و یه مدل 5 رقمی رو بخوایم بخونیم. چطوری میخونیم؟ بذاریم 9836. پس 9836. 9836. بچه ها استوب کنید، بعدی رو نبینید، فقط عددش رو نگاه کنید. 17912. اینو بنویسیدش توی دفترتون که چطوری می نویسیدش. خب الان دوباره پلی کردید، میخونیمش با هم دیگه. یه دونه هزارگانش رو جدا کنیم. 17000 داره، یه 900 داره، یه دونه 12 داره. پس 17912 سر هم میخوایم بخونیمش. 17912.
خب بچه حالا یه دونه عدد میگم که توی جزوه نباشه. توی دفترتون من که گفتم عدد رو پاس کنید، توی دفترتون بنویسید مثلا عدد 28539 مثلا 28539 رو میخواید توی دفترتون بنویسید. پاس کنید ویدیو رو بچه ها، توی دفترتون بنویسید بعد پلی کنید. خب این عددی که گفتیم میایم جدا جدا میکنیم. خب یه دونه 28000 تا داریم، یه دونه 500 تا داریم، یه دونه 39 تا داریم. میخوایم بخونیمش. 28539. یک بار دیگه 28539 شد عدد 28539. حالا کمتر پیش میاد بچه ها عدد تا اینقدر رقمای بالا از شما بخوان توی این سطح اصلا خیلی کاربردی نیستش، ولی خواهشی که ازتون دارم اینه که روی اینا کار کنید. خب بچه ها تا الان ما عدد رو معمولی خوندن و یه عدد شمارشی رو اومدیم خوندیم. اینجا یاق تالن، یاق یعنی سال، یادتونه ich bin 29 Jahre alt، یاق یعنی سال، تالن یعنی شمردن. حالا اگر همون عدده که مثلا اینجا گفتیم، این اگر یک عددی باشه که سن باشه، ببخشید سال باشه، چجوری میخونیمش؟ توی خوندن سالها توی زبان فارسی فرق نمیکنه، ولی تو زبان آلمانی، انگلیسی اینها متفاوت میخونن سال رو. این اگر یک عدد معمولی بود، یه عددی بود که سال نبود، باید میخوندیمش 1983. درسته؟ وقتی که تبدیل به سال میشه میایم یه جور دیگه میخونیم، دو رقمی جدا میکنیم. یه دونه 1900 داریم، یه دونه 83 داریم. خب این 1900 رو میخونیم چی؟ 1900. یه کمی عجیب غریبه خب، ولی تو زبان انگلیسی هم همینطوری میخونیم 1983. انگار میشه 1900 3 و 80. 1983. خب حالا میایم بچه ها سالهایی که از 2000 بیشتر باشن رو چطوری میخونیم؟ 2012. بچه پس متوجه قانون شدین دیگه. سالهامونو اگر تو سال 1900 بود، 1800 بود، اینها بود، اینطوری میشماریم. وقتی اینجا سال 2000 رو میخوایم بگیم تا 2020 اینطورا میایم، پس میگیم 2013 مثلا 2013 و همینطوری میریم جلوتر. حالا اینجا یه دونه سوال و جواب داریم که اولیش دوستانه، دومی رسمیه. میخوایم بپرسیم که تو کی به دنیا اومدی؟ چه سالی به دنیا اومدی؟ Wann bist du geboren? Wann bist du geboren? Wann جزء کلمات پرسشیمون، جزء ویفراگه ها هستش، به معنی چه زمانی. در مورد زمان سوال میکنه. geboren فعل بوغن به معنی به دنیا اومدن هستش. Wann bist du geboren یه ساختاری داره بچه ها که ساختارش رو بعدا میخونیم، فعلا حفظش کنیم. یعنی کی به دنیا اومدی تو؟ Ich bin im Jahr 993 geboren. Oder ich bin 993 geboren. میتونیم بگیم im Jahr، میتونیم نگیم معنیش من در سال 1993 به دنیا آمدم یا من در 1993 به دنیا آمدم. پس فرقی نداره که این یاق رو بذاریم یا نذاریم. بچه ها این سال تولد منه، شما سال تولد خودتون رو اینجا جایگزین بکنید و الان دیگه باید خوندنش رو بلد بشید. اگر متولد بعد از 2000 هستید 2000 هر چیزی که به دنیا، هر سالی که به دنیا اومدین
اگر متولد قبلش هستی دهه 90 دهه 80 70 1900 بعد اون سالی که به دنیا اومدید. من الان 1993. این شد حالت دوستانه wann bist du geboren. حالا میخوایم مثلا حالت رسمی تر آفیسیل بپرسی. wann sind sie geboren؟ wann sind sie geboren؟ حرف بزرگ زی. Ich bin im Jahr 1993 geboren. خب بچه ها درس 18 هم به پایان رسید. ما اعداد بیشتر از 100 رو تا میلیارد رو یاد گرفتیم و یاد گرفتیم که چطوری بگیم که متولد چه سالی هستیم. تا درس بعدی. Tschüss.